به شعبه وزارت شورای داخلی یک در نوحه فردوسی با عریضه مرد 47 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که 22 نوامبر سال 2022 شبانه شخصان نامعلوم با رای پنهانی وارد خانه استقامتی شده، از آنجا 6 عدد چاروای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 10500 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که این جنایت مذکور را مرد 29 ساله ساکن همین ناحیه با همراهی رفیقش رستم نام شخص صادر نمودند. این چنین به شعبه وزارت شورای داخلی یک در نوحه فردوسی عریضه زن 43 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که دوم ینور سال 2023 تخمین ساعت 2:00 شخصان نامعلوم با رای پنهانی وارد خانه استقامتی شده، از آنجا جواهرات گوناگون طلایی و 500 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 35000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 36 ساله ساکن نوحه ورزاب با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه فردوسی با عریضه مرد 34 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که ماه آگوست سال 2022 مرد 37 ساله ساکن همین ناحیه با رای فریب به باوریش در آمده از او 70000 سامانی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه برمیگرداند، اما نامبرده وعده‌اش را اجرا نکرده مبلغ گرفته‌اش را تا حال برنگردانیده است. از روی حادثه‌های مذکور تفتیشات ادامه دارد.